سلام بچه ها، من مستر ایجا هستم. سلام بچه ها، من مستر ایجی هستم و این دفعه قراره بریم اعترافات تلگرامی. یعنی یک کانال هست که اعترافات مردم رو میذاره، میریم اونا رو بخونیم و ببینیم چی به چیه و کی به کیه. پس بزن بری. خب این اعترافات رو من میخونم، بعد ببینیم چی به چیه، کی به کیه، ریبی دیگه، شی بی شیه، سی شبیه نه. بذار لطفاً ادمین، لطفاً نگید وای سطح دغدغه و نمیدونم چی یا هر چی. یه نظر خواستم بپرسم از پسرا. بله بفرمایید، از ما نظر میخواد. یه پسری هست که روش کراشم، ولی جدیداً به طرز عجیبی ماهی 1 الی 2 بار پروفایلش رو میبنده و دوباره بعد چند روز باز میکنه. خب از طریق چند نفر دیگه متوجه شدم فقط برای من نمیبنده و برای اونا هم بسته. اما این که دقیقاً برای کی باز میکنه یا دقیقاً چی میذاره که میبندتش یکم عجیبه برام. ممکنه رل داشته باشه و عکس رلش رو گذاشته باشه یا عکسای عاشقانه از این کسچرا. خب میدونی قضیه چیه؟ بذار من بهت بگم. اصلا به نظر من اونی که مثلا هی پروفایلش رو میبنده، اونی که نمیدونم پروفایل باز میکنه میبنده، اون عوض میکنه اینو میذاره، این آدم خلاصه حتی اگه ریقی هم به کفش نداشته باشه خلاصه درگیره دیگه. این با اکانت خودش درگیره دیگه. تو بیای ببین تو رو چی کار میکنه. نظر بقیه اینه که مستقیم پی بده، بگو مرض داری مگه، من هر روز دارم تو رو چک میکنم فلان فلان. خب نمیشه که، طرف میگه به تو چه. اعتراف بعدی نوشته که من دخترم 23 سالمه، 1 سال ازدواج کردم. قبل ازدواج هیچ رابطه جنسی نداشتم. از وقتی ازدواج کردم شوهرم خیلی عوض شده، خیلی و خشن کرده. در حدی 1 بار کارم به بیمارستان کشید. وقتی اعصابش خورده فقط میاد خونه منو له میکنه، منو برده خودش کرده و بعد رابطه هم قرص چیز میده. من واقعا دیگه نمیتونم ادامه بدم، به خانواده‌ام چیزی نمیتونم بگم. واقعا نمیشه چیزی گفت. فرض کن بری بگی سلام بابا هستا داره، نمیشه. نه واقعا نمیشه. تو رو خدا بگین چی کار کنم. حتی وقتی بیرونه هم من باید توی ویدیو کال لخت شم دادا. بعد و نگاه کنه منو که یه وقت کاری نکنم. گفته اگه طلاق بگیری زندت نمیذارم. چیکار کنم؟ تو رو خدا کمکم کنید. خب به نظر من خودت بکشش، بهترین دفاع حمله است. اعتراف بعدی. سلام، من پسر 26 سالم. اعتراف میکنم رو دوست دختر رفیقم کراشم. او کسکش چی؟ اعتراف میکنم رو دوست دختر رفیقم کراشم. خاک تو سرت کنه. دختره خیلی ناز و گوگولیه، خیلی به منم میاد. رفیقم شبیه بعد قیافش موندم. دختره عاشق چیش شده، من خیلی از اون بهترم. خب تو گو میخوری با این آدم رفاقت میکنی اصلا؟ اگه بعده چرا رفاقت میکنی؟ حسودی نمیکنم ولی عکسامو ببینید میفهمین هیچ گوهی نیستی. به خدا من میدونم دختر برای من ریخته ولی من فقط اونو میخوام. چند باری هم بینشون دعوا انداختن ولی نشده کات کنن. شماهایی که تجربه دارید بگید چیکار کنم. گو بخور. نوشته امیرم. خب به چی؟ سالمه. با دوستم بازی جرأت حقیقت میکردیم. گفت خیار رو بکن تو چونت، خیار بکن توت. خیلی عجیب. منم نخواستم کم بیان. نخواستم کم. حاجی نکنه کردی توت. وایسا ادامهشو بخونم. یه خیار دراز حالا یه انقدم اوکی میکردیم و قبولت داشتیم. یه خیار دراز به زور کردم تو خود. بعد هر کاری کردم در نیومد. دهن سرویس. دیگه رفتم بیمارستان درش آوردن.
آبروم هم رفت پیش همه. رفیقم هم گذاشت چیز استوری، الان کل دوستان میدونن. آنها درازم کرد توش. خب نظرات مردم، یکی نوشته نتیجه اخلاقی، به امیران نگید خیار کن تو کونت. کلا اصلا تقصیر امیران نیست، این کانال یکم عجیب غریبه. به خدا من دارم میخونم اصلا پشمام داره میریزه به خدا. سلام پسرم، 25 سالمه، مدتیه با یک فمبوی، من نمیدونم این فمبوی فکر کنم فمبوی توی رابطه هستم. فمبوی این جدیدن فمبوی خیلی چیز شده، ترند شده، نمیدونم قضیهش چیه. برای کسایی که نمیدونم، فمبوی پسرایی هستن که مثل دخترها لباس میپوشن. خب البته من گی نیستم، دوست دختر دارم، فقط چون با اون رابطه ندارم با این فمبوی ریل زدم. الان مدتی دوست دخترم فهمیده با هم قهره، ولی من میگم بهت خیانت نکردم، این بیشتر رفاقتیه، تو کتش نمی. واقعا هم جفتشون رو دوست دارم، نمیتونم از یکیشون جدا بشم. دختره اگه دوست پسرتون با یه فمبوی ببینی واقعا ناراحت میشین. به نظرتون این خیانته؟ نه داداش خیانت نیست، یا ما رو هم بکن. سلام دخترم، 17 سالمه. من دیروز توی پارک از یکی خوشم اومد، راستش چون خیلی شبیه اکسم بود قربشو بغل کردم، اما تا نزدیکم شد فهمیدم سیگار نمیکشه. خوبه که گل میکشه. آها نه بده. پاداخشم میدونم ولی نمیدونم برم سمتش یا نه. خودم هم پاکش میکنم. جوابتون رو میخوام. ببین اولا من اصلا جوابی ندارم، من برم ببینم مردم چی نوشتن واقعا براش. یکی نوشته که نرو، ولی اگه رفتی خبری از پاکی نیست. قبل اینکه پاکش کنی اون معتادت کرده بدبخت. کسخلی مگه بری پاکش کنی؟ چرا دنبال حاشیه میگردی؟ درست برو تو رابطه. راست میگه دیگه. بریم اعتراف بعد. سلام دخترم، من با یه پسری وارد رابطه شدم ولی اصلا هیچ حسی بهش ندارم. پس گو میخوری تو میری تو رابطه و ازش خوشم نمیاد. خب گو میخوری رفتی تو رابطه. وقتی از یکی خوشتون نمیاد چرا میری تو رابطه؟ چیکار کنم که دوستش داشته باشم؟ به اینکه هنوز تو نخ اکسمم، به خاطر همین حسی به این ندارم و این خودش میدونه من اکسمو میخوام. هنوز نمیدونم چجوری اکسمو فراموش کنم. خب چرا رفتی تو رابطه؟ چون وقتی با یکی تو رابطم حتی فکر کردم به یکی دیگه هم خیانته دیگه. از یکی خوشتون نمیاد چرا باش میری تو رابطه؟ گوشم خورد. اگه 50 تا ساب بشم با این ماسکا که دوتا داریم با دوستم میریم توی شهر و ویدیو میگیریم و آپلود میکنم.